در برابر پسر بچه ها، در برابر مردها، دختران نیز مشغول کار نوبتداری و تنظیمی کار همین نیروگاه نارک می باشند. با استفاده واسطه های تکنیکی عادل زمان تا که محصولناکی ملت را برداریم. در یکی از آنها جلب نمودن دختر بچه ها به کارهای تکنیکی می باشد. نه فقط در زواد و فابریکه ها، در خواجگی قشلاق، در ترانسپورت، در اویاسیون و در دیگر ساحه‌ها انرژتیکا ضرور هستند. салом алейкум дӯстони азиз, ин подкасти навбати гендернетика аз академияи Три медведя. Бо шумо ман Беҳроз Насриддинов. Ёдрас мешавем ки дар Тоҷикистон бо дастгирии молиявии Бонки Осиёи рушд барномаи рушди бахши энергетика амалӣ мешавад. Яке аз чизҳои он баланд бардоштани тавоноӣ бо фарогирии иштироки васеъи занон дар соҳаи энергетика мебошад. имрӯз мо меҳмон дорем номзади илмҳои техникӣ Доробшо Давлатшоев, доценти кафедраи нерӯгоҳи барқии электрикии донишгоҳи техникии Тоҷикистон. ассалому алейкум устод. хуш омадед ба подкасти мо ва ташаккури зиёд мегӯем ки имрӯз бо мо ҳастед. ташаккур. устод мегуфтед имрӯзҳо қабули ҷавонон ба факултаи энергетика чӣ гуна пеш меравад? дар муқоиса бо факултетҳои дигар миқдори ҷавонон бисёртар ҳуҷҷатгузорӣ кардаанд ба факултети энергетикӣ. дар муқоиса бо чанд факултети дигаре ки бо 4-5 факултети дигар донишгоҳ дорад зиёдтар аст. شاید که این طبیعی است، جمهوری ما انرژتیکی است و شوق رغبت با امید یا تامین شدن در آینده از کار نیست و انرژتیک بسیارتر است. دانشجویان از حساب دختران در دانشگاه تکنیکی همیشه کم بودند. به نظر شما سببش در چی است؟ ما گفتم میتونیم که در این 9-10 عصری گذشته ایستاده، یعنی زیاده از 1000 سال شد که ما میدونیم که پیشروی تکنیکی از پرتغال و اسپانیا سر شده، بعد به فرانسه و به گرمانیا و به انگل رسیده، بعدتر به روسیه که بعدترم آسیا میانه نیست تبعی روسیه گشت رسید. و باز در خصوص آن که این کسب‌های تکنیکی بیشتر همچنان دیگر قبلا در روسیه قبول می شدن چون کسب‌های مردانه. ما هم باشیم در آسیا میانه هستیم و خصوصیت‌های آسیا میانه به همه ما معلوم است که اشتراک خواهر و مادران در ساختن آسیاب یا در آرد کردن آسیاب ما در یاد نداریم. اما در دوره شوروی تاجیکان شوروی خیلی هم بگویم نسبت همسایه های بیرون از SSR خیلی هم درجه های بلندی آخر زمان ترقی کردن و در برابر مردها خانم ها نیز در دانشگاه های تکنیکی مقدارشان سال به سال زیاد شدن گرفت. ولی به حاضرم گویم با مقدار خیلی کمتر دختر بچه ها در فاکولتت های تکنیکی و از آن جمله انرژتیکی، ساختمان و مکانیک همونا داخل می شوند. شاید در آینده مقدارشون زیادتر شود. ما گفتم می توانیم که در قطار استفاده برندگان روزکاری و نوبتداری نارک در برابر پسر بچه ها، در برابر مردها، دختران نیز مشغول کار نوبتداری و تنظیمی کار همین نیروگاه نارک می باشند. استاد چی باید کرد که توجه دختران رو امروز ما با علم‌های تکنیکی جلب سازیم؟ توجه دختران و کسب‌های تکنیکی به همه ما و شما به ما معلوم است که به درجه تکنیکی، درجه صنعتی شدن خود جمهوری وابسته است. چنانه که از سخنهای دولتداران ما میدانیم، ما هنوزم به قطار بگوییم که دولتهای اگراری تکنیکی داخل میشویم. تکنیکی اگراری نیستیم و در روند سال به سال مقدار خواهران دختر بچه ها باید و چنین هم سیاست دولتی هست که زیادتر شود. در فایز معین ختم کردگان برای یافتن کارهایی که آنها را خوبتر قانع میکند عزم سفری روسیه میکنند که در آنجا قسمشان در ساحه‌های کار قسمشان ساحه انرژتیکی مشغول کارند.
دانشگاه یا مکتب باید چیکار کنند در این حال؟ دانشگاه در نوبت اول به مثل دانشگاه های دیگر به مکتب های میانه رفته کارهای تبلیغاتی میبرد، کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی تا آنی که در مصاحبه با آنها با خطاب کنندگان مکتب ها طرف های گوناگون مثبت و طرف های ضروریت جمهوری را فهمانیده و مثل بگوییم که دانشگاه های دیگر توجه مکتب بچگان خطاب کننده را به فاکولتیت های انستیتوت پلیتکنیکی بخصوص به فاکولتیت انرژتیکی زیادتر میکنن. برای چی امروز آینده رو در علم‌های تکنیکی میبینیم، مخصوصا برای دختران؟ پیشروی روزگار و زندگی چنانه که همه ما معلوم است این ناوابسته به تکنیک به ساحه‌های گوناگون تکنیکی وابسته می باشد. ما و شما میتونیم چنین مثال را بیاریم که در ایالات متحده امریکا از مقدار عمومی اهالی 4% آن مشغول کارهای قشلاقی رویاندن گندم و جواری مکه می باشد. 4% اگراری. بله، این نشان دهنده خیلی بلند جهانی می باشد، لیکن در جمهوری ما این فایز خیلی بلند است. در روسیه هم خیلی بلند است نسبت به ایالات متحده امریکا و چنین کوشش و غیرت در مردم ما نیز وجود دارد، در جمهوری ما وجود دارد، در سیاستیان وجود دارد تا آنی که دقت بسیارتر را و تکنیک بدیم تا آنی که روزگار و زندگی خودمان را با استفاده واسطه های تکنیکی آخر زمان تا که محصولناکی ملت را برداریم. در یکی از آنها جلب نمودن دختر بچه ها به کارهای تکنیکی می باشد. البته که این سال از سال زیادتر شده ایستاده است که طرف مثبت همین تشویقات ها می باشد. انرژتیک تا چه اندازه برای جوانان امید بخش این که آینده دور است؟ آن دانشجویانی که فاکولتیت انرژتیک را ختم میکنند در تمام ساحه‌های خواجگی خلق می توانند دانش گرفته خود را استفاده برند، نه فقط در زواد و فابریکه ها، در خواجگی قشلاق، در ترانسپورت، در آویاسیا و در دیگر ساحه انرژتیک ها ضرور هستند. انرژتیک میباشد در طیاره، در سمالیات ها در کار است. انرژتیک البته که در دولت ها که بحر دارند کشتی ها در کار است. و در زواد و فابریکه به انرژتیک خودتان میدانید که همه همون دستگاه که به لفظ روسی ستانک میگویند همه اونا در زیر تاثیر شمال و باد، نه در زیر تاثیر همون محرک الکتریکی هستند. خب خانه های ما، روشنی ما، حرکت ترالیبوس های ما، حرکت تراموای هایی که در تاشکند و مسکو و کیف و دیگر است همون انرژی الکتریکی می باشد و غیری دیگر نشان دهنده هاش باز چنانه که خیلی مهم است و در مسکو که اهالیش نکم از 11 و 13 میلیون است کوشش کرده ایستادند که به ماشین ها، به اتومبیل های الکتریکی بگذارند تا هانی که پرتابه های بنزینی و افتالی و سلرکگی کمتر شود و این بله محیط زیست تازه تر شود، چون که خود حیات مجبور میکند که برای نگهداشت ضرورت و نگهداشت سلامتی و پیشروی کارها هم آدم سلامت باشد که کار سلامتی و عکسی و در زواد و در فابریکه و در مکتب و در انستیتوت دیده شود. من مشغول همین هستم. این تأثیری بگیم جنبستی دارد. استاد عزیز، میمونون ما چند بار قید کردن که حتی مردانی که فاکولتیت شما را ختم میکنند در ساحه انرژتیک کار نمیکنند. از نگاه شما سبب رو در چی میبینید؟ فرض کردیم منو ختم کردن با بهای اعلی و بعدن تماما دیگر کار رو گرفتن. شاید که یکی از سبباش مقدار خاصی ختم کنندگان به هر یک کیلووات توانایی در جمهوری بودگی زیادتر است. جمهوری ما به درجه یک جمهوری تکنیکی استحصالی نرسیده است. ما دولت مملکت اگراری صنعتی قدم گذاشته هستیم. ما اگراریم. ختم کنندگان فاکولتیت شما غیر از شرکت های دولتی با در کجا کار کرده می توانند؟ کارخانه های شخصی، کارخانه ها هستند که کارخانه های
غیر دولتی میباشند که معاش آنها نسبت به کارخانه دولتی بلندتر است و دانشجو البته که انتخاب می نماید کارخانه که با اون معاش بسیارتر باشد همون را انتخاب میکند. اگر که فرق 20-25% باشد البته که او به کارخانه دولتی نمی رود. 10% باشد این مثال او باز اگر آینده دار باشد میرد به کارخانه دولتی با نیتی که تجربه میگیرد و با کار دیگری بالاتر گذاشته تجربهش امکانیت میدهد که و او کارهای مشکلتر را باوری تیند و سپارند و وابسته از مشکلی و اهمیت همون معاشش هم زیاد شود. اما میدونیم که همه دانشجو علاچی بودن نمیتواند، طبیعت هم خیلی است. 53 سال است که مشغول کار در ساحه خود از آن جمله در مکتب‌های عالی هستیم. بعد ختم سال 1970 من در وطن خودمان بعد ختم مسکووسکی انرژتیک اینستیتوت میباشد دانشگاه تکنیکی مسکو کار کرده استادیم. در استثالات هم کار کردیم، در دانشگاه کار کرده استادیم. در وطن خودمون مکتب با لوز تاجیکی دری ختم کرده ایم. همون یک لوز است، کسی باید فارسی میگه، کسی دری میگه، کسی تاجیکی میگه، وابسته است از مهنتی که است. و در هر یک گروه بعدتر ما دیدیم در هر یک گروهی که عبارت شوروی گروه های استودنت ها از 25 کس 4 کس 5-6 کس بچه های بخواتر از این زیادتر ما ندیدستیم. البته که حلایده گروه های بودن که در یکی از دانشگاه های مسکووسکی انرژتیک اینستیتوت بود که اونجا با فاکولته رادیو تکنیکی و فقط بیرون از مسکوی را فقط با 5 امتحان که بالش 22 اگر کم باشد نمی گرفت رادیو تکنیکی فاکولته. انا باز از برای تامینات مشکلی خوابگاه مسکوی را با 19 بال می گرفت. لیکن شما برای دوشنبگی و این برای تاشکندی و اون برای اشخابادی را 22. این یعنی که تو یگان 3 باید نداشته باشه 4 و 5 همون 4 و 5 هم لیکن 22 بالتیاد بعد برای تکنیک که فاکولته قبول میکرد ردیم کنی قبول کردن. بعد این خیلی که بود. استاد همچون آموزگار که تجربه بزرگ دارد و تعداد زیادی ختم کنندگان رو شما دارید با والدینی که دخترهایشون میخوان با ساحه انرژتیک بروند یا اینکه علم‌های تکنیکی رو از خود کنند، چی گفتنی هسته؟ من گفتنی هم که هر یک دختر بچه‌ای که اگر بهاش نه پست از 4 باشد، فرق ندارد از قشلاق است، از مرکز رایون است، از مرکز ولایت است، خود همون نشان دهنده بهای گرفتگیش همون علاقه نشان دهنده قابلیتش می شود به درجه معین. می تواند با خوبی در این دانشگاه پلی‌تکنیکی، دانشگاه تکنیکی تاجیکستان بخصوص در این فاکولته انرژتیکی تحصیل کند. از آن جمله به حاضر هم در بین نوبتچی‌هایی که همون اداره نیروگاه برق آبی نارک را میکنند 2 انجینر دخترای ما سابق دانشگاه ما ختم کردن که کار میکنند در برابر 3-4 انجینر دیگر. یعنی کار کرده بله کار کرده، معاش خوب دارند، خب شرایط روزگار زندگی در شهر نارک دارند، یعنی مشکلی ندارند، در کار اشتراک کردن، در بوایه رساندن تربیه کردن فرزندهاشان را با سمت همین آینده را تیار کردن و سمت تکنیکی. این روند وجود دارد و مقداری کم هم باشد لیکن وجود دارد. من نارک ما دختر بچه‌های ما کار میکنن. من عرض سپاس میکنم به شما. تشکر زیاد که امروز مهمونی ما گشتید. صحبت خوب داشتیم. با شما موفقیت‌های بی‌نظیر و سلامتی بر دوام رو آرزومند هستیم. دوستان عزیز، این بود پادکست ما که نام گرفته از گیندرنتیکا. با شما بود بهروز نصرالدینов و در فرجام گفتنی هستم. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید. خیر.